صحنه دوم ایول سال 2022 در نقطه فروش سوزشواری در دهه ورز منوره نویه عینی برادران افتخار و ذکر الله دورانوف ها هنگام تازه نمودن ظرف یا سیسترن بنزینگیری 20 تونه از سبب نرسیدن هوا از هوش رفتند. در نتیجه این حادثه ناخوش افتخار دوران سال تولدش 1987 در بیمارخانه مرکزی نویه عینی از عالم چشم پوشید. برادر او ذکر الله حالا در بیمارستان تحت طبابت قرار دارد. یک منبع از نویه عینی به پایگاه خبری بامداد گفت برادران دورانوف ها سالها باز در این نویه با تجارت سوزشواری سر و کار داشتند و صاحبکاران موفق به شمار می رفتند. سال جاری افتخار و ذکر الله پدرشان را برای ادای مناسک حج به زیارت خانه خدا روان کرده بودند. این فاجعه زمان رخ داد که پدر آنها هنوز در مکه قرار دارد. بازگشت زائران تاجیک از عربستان سعودی روزهای نزدیک آغاز می‌یابد. این حادثه ناخوش نیمه دوم روز یکشنبه دوم ایول رخ داده است. به گفته شاهدان برادران افتخار و ذکر الله می‌خواستند ظرف سوزشواری را تازه نموده سپس از نو پر نمایند، ولی هنگام تازه کردن سیسترن به علت نرسیدن هوا هر دو از هوش رفتند. دیگران از این باخبر شده افتخار و ذکر الله را از درون سیسترن بیرون کشیدند و عاجلا به بیمارستان بردند، ولی طبیبان نتوانستند افتخار را از چنگ مرگ نجات بدهند. او همگی 35 سال داشت. وضع سلامتی ذکر الله دورانوف میان ارزیابی می شود.